نظریه مبنای جمهوری اسلامی، اگر شما جمهوریت هم به اسلام برگردونید اینطور که است، آقا مثلا نظرشون این هست و خیلی از فقها که جمهوریت که اصل اسلامی است و توی نظریه اجتماعی ما نظریه سلطه نیست، نظریه ولایت فقیه، نظریه امت و امامت نظریه تعامل بین امام و امت هست، البته توی مناسبات خاص و اهداف خاص. بنابراین جمهوریت هم شما اسلام بدونید میشه نظریه سیاسی اسلام، در شکل کلانش میشه جمهوری اسلامی. حالا این اسلامی که مبنای مثلا نظریه جمهوری اسلامی است مختصاتی داره. یکیش اینه که این اسلام اجتماعی حکومتی است. شما یه بار اسلام حداقلی تعریف میکنید که ناظر به تربیت فرده و کاری به عرصه حیات عمومی نداره، طبیعی است این اسلام از دلش جمهوری اسلامی بیرون نمیاد. این نکته اوله که ناظر به اسلام اجتماعی و حکومتی است، هم دخالت در اجتماع میکنه و از طریق دخالت در اجتماع حکومت رو به دست میگیره و سرپرستی اجتماعی میکنه. حالا نظریه عرض کنم خود این مطلب که یکی از ارکان این نظریه مبناست که اسلام حداکثری اسلام اجتماعی و حکومتی قرائات مختلفی داره. شما از قرائات امام ناینی دارید تا علامه طباطبایی به شکل تا شهید سعد تا شهید مطهری و شهید سعد و قرائت حضرت قرائت حضرت ما قرائت خاصی از اسلام اجتماعی و حکومتی، نظرشون الاسلام و الحکومه به جمعیشون و الاحکام قوانینها و شأنهاشون. یا اصل حکومت، اصل اسلام حکومت، مقصودشون هم از حکومت اون همون مفهوم عرض کنم جعلی حکومت، حق سرپرستی خاصی که خدا میتونه برای نبی اکرم و اولیاء معصوم در طولش برای مثلا فقیه جامع و شرایط قرار داده. این اساس اسلامی. حکومت قوانین، احکام قوانین تحقق این سرپرستی است. بعدم میگن این احکام عالی هست برای تحقق حکومت و غایات حکومتن که عدالت به معنایی که حضرت امام میگن. عدالتی که از امام میگن یه معنی فراگیری داره که به تربیت نفوس هم برمیگرده. یعنی وقتی از ظهور کنن عدالت محقق میشه، نفوس هم عادل میشن، از روح و فکر و عملشون عادل، یعنی بر محور سرپرستی عدالت محقق میشه. این عدالت تحقق توحیده. بنابراین مبنای امام اسلام اساسش حکومت برای تحقق توحید و غایاتی است که اسلام در نظر گرفته، مثل عدالت به معنای خاصش، نه عدالت مکتب رفاه. و این هم از طریق حکم به اصطلاح حکومت محقق میشه. احکام هم قوانین. این مبنا در زمان هست. پس بنابراین اسلام نظریه مبنای جمهوری اسلامی اسلام حکومتی و اجتماعی است، خصوصیت اولش. غیر از این که اسلام حکومتی و اجتماعی دارای حکومت، اسلامی است که اینطور نیست که صرفاً یک حکومت اجتماعی درست میکنه، بلکه دارای یک حاکمیت تاریخی است. یعنی اسلام یه اسلامی است که دارای برنامه سرپرستی تاریخی است که در ذیلش حکومت‌های اجتماعی هم شکل میگیره. یعنی رویکرد فلسفه تاریخی داره اسلام. یعنی جریان حرکت تاریخ رو ذیل ربوبیت الهی به حق و باطل تقسیم میکنه و جبهه انبیا و استکبار شکل میگیره. به این اسلامی که این درگیری رو میبینه و تو میدان درگیری به سمت اون غایتی که خودش تعریف میکنه که عصر ظهور جامعه مهدوی است داره برنامه‌ریزی میکنه. این اسلام مبنای جمهوری اسلامی است. پس رکن دومش هم اینه که اسلامی است که ناظر به یک حرکت تاریخی و ناظر به یک درگیری تاریخی است. صرفاً اسلامی نیست که میخواد جامعه رو بسازه، حکومت درست کنه، ناظر به تحولات تاریخی نیست. ذیل یک حاکمیت تاریخی میخواد محقق کنه جامعه مطلوب اسلامی رو. که مثلا حالا حرکت ائمه علیهم السلام همینجوری تعریف میشه. حضرت دنبال حکومت هستن اما نه حکومت سال 61.
همه ائمه امام رضا دنبال حکومتن، نه حکومت سال 201. کار بزرگتری دارن میکنن. این اسلام از دلش مثلا جمهوری اسلامی هم میتونه در یه دورانی متولد بشه، اما اگه اسلام عهدهدار تربیت شخصی باشه یا صرفاً میخواد یه نظریه اجتماعی بده و یه جامعه پردازی بکنه، از دلش چنین چیزی بیرون نمیاد. سومی که این اسلامی که مبنای جمهوری اسلامی هست، اسلام ناظر به تکامل، یعنی اسلام ساختارگرا نیست، تکامل اجتماعی میخواد سرپرستی بکنه و تمدن میخواد بسازه. این تمدن مقدمه ظهوره. ظهور چیزی امر فراتمدنی است. حالا باید توضیح داده بشه. اسلام یه چنین دینی است که میخواد تمدن بسازه و یه کار فراتمدنی، یه کار حداقل تمدنی میکنه، بعد تا برسیم به فراتمدن. و این نکته مهم است. یعنی اینجوری نیست که جمهوری اسلامی ذیل اون روی کردی قرائتی از اسلام، نگرشی به اسلام متولد شده که اسلامیش که دنبال تربیت فردیه یا دنبال جامعه سازی است، ولی این جامعه سازی رو با روی کرده سرپرستی تاریخی دنبال نمیکنه، یا جامعه ساختارهای اجتماعی ثابت میخواد بسازه، میخواد یه تکامل اجتماعی ایجاد کنه. این تکامل اجتماعی ندارید بر محور تکامل اختیارات. یعنی اسلام در تمدن سازی خودش دنبال تکامل موضوعات بلاساله نیست. نمیخواد مثلا ابزار ارتباطی رو مثلا از نامه تبدیل کنه به ابزار ارتباطی مدرن، شبکه الکترونیکی مدرن. بلاساله دنبال این نیست. دنبال این نیست که مثلا وسایل حمل و نقل رو از وسایل حمل و نقل سنتی تبدیل کنه به ماشین‌های مدرن. بلاساله این کار میخواد تکامل اختیارات و اراده ها ایجاد کنه. این تکامل اراده های اجتماعی طبیعتاً ذیلش موضوعات و ساختارهای جدیدی پیدا میشه. احکام ناظر به تکامل اراده هاست، نه ناظر به تکامل موضوعات. گرچه به تبعش تکامل موضوعات هم این خیلی روشنه دیگه. یعنی هیچ وقت برای اسلام ما نمیتونیم بگیم اسلام حتما باید این موضوع قبول کن حکم براش بده. اسلام میخواد تکامل اراده ایجاد کنه، ممکنه موضوعات رو تبدیل کنه. اینات میفهمید ساختارگرا نیست که بخواد یه ساختار ثابت بسازه. موضوعگرا نیست که موضوعات براش مقدس باشن. نه اصل براش مقدسه، نه ابزار ارتباطی بوده. نه ساختارهای ساده حکومت قبلی براش موضوعیت داره، نه ساختارهای پیچیده بوده. تکامل اراده های انسانی براش موضوعیت داره. ذیل این تکامل ساختارها و موضوعات و سبک زندگی اتفاق میفته. تکاملش هم معلومه. تکامل معطوف به از کنم همون تحقق اصلیه که تحقق توحید به جمعی شما. و عرض کردم این اسلامی هم است که این تکامل در بستر درگیری دنبال می‌کنه. یعنی استراتژی درگیری است. شما هر سند بالا دستی می‌خواید بنویسید، باید با استراتژی درگیری بنویسید. با نظریه تکامل بنویسید. با نظریه اسلام حکومتی بنویسید. نه حکومت به مفهومی که امام میگن، نه مفهوم ناینی. مفهوم ناینی حکومت رو در حوزه مالان الصفی میدونه، امر عرفی هم میدونه. حتی اکثر شورای نگهبانی میخواد کنترلش کنه، نه کنترل فرایندی. حالا اینم یه نکته‌ای داره عرض میکنم. مرحوم عرض کنم علامه طباطبایی تقریبا همینطور تابع استادشون مرحوم ناینی و امام شهید مطهری همون بحث ثابت متغیر رو مطرح میکنن. حوزه متغیرها رو حوزه عرض کنم مالان الصفی میدونن که میگن در چارچوبه منصوصات باید حکومت داره. اصل حکومت رو فطری میدونن، ساختار حکومت رو یه ساختار عرفی ذیل اون چارچوب‌های قوانین ثابت میدونن. اصل ما مثلا این حرفا رو ندارن، یه شکل دیگه‌ای برخورد میکنن که حالا باید بحث بشه دیگه. بنابراین اسلامی که ناظر به تکامل اجتماعی است، تکامل اراده است، تمدن، واحد مطالعه‌اش جامعه است، واحد مطالعه‌اش تکامل اجتماعیه، واحد مطالعه‌اش در یه قدم جلوتر تکامل تاریخه. اسلام با این قرائت‌ها رو شما نظریه مبنا می‌دونید. بعد که می‌رسید به مرحله بعد، اسلام به یکی از ویژگی‌هاش اسلام فقاهتی است. فقاهت به چه معنا؟ یعنی تمدن فیلسوفانه نمی‌خواد بسازه. نظریه ولایت فیلسوف نیست که
نمیگم فلسفه درش کاربرد نداره ها، فلسفه ذیل فقاهت قرار میگیره. تفقه در دین اصله. پشتیبان این تمدن معارف دینی است، بالاصاله معارف فلسفی نیست. این نظریه ولایت فیلسوف نیست. یه موقعی ما با دوستان بحث میکردیم در بحث تحول علوم انسانی، میگفتن باید فلسفه علوم متحول شه، فلسفه هم ذیل فلسفه عرض کنم کلان باید باشه، بنابراین تحولات رشد فلسفه منتهی میشه به علوم، منتهی میشه به حکومت و اداره. من از کردم میشه تمدن فیلسوفان. این نهایتش تمدن فیلسوفانه. فیلسوفان هستن که دارن فلسفه سیاست رو، یعنی فرهنگ فلسفه حاکم میشه بر سیاست. این نگاه نیست. فرهنگ تفقه در دینه. البته این تفقه فقط مقصود فقه احکام نیست، فقط هم فقه در مقیاس مطالعه فردی نیست، هم از حکمت، عرفان و اخلاق و فقه در مقیاس اداره و سرپرستی، نه در مقیاس فرد، در مقیاس اداره و سرپرستی جامعه. پس این هم یکی از مقتضیات این نظریه مبناست. اسلام فقاهت است. یه نکته دیگه هم که داره مردم گراست که اینو هم حضرت آقا خیلی تاکید میکنن. این برمیگرده به نظریه اجتماعی. نظریه اجتماعی که پشتبان جمهوری اسلامی است، نه نظریه سلطت، نه از جامعه بازار. جامعه بازار که همه میان وسط و اداره‌هاشون میدان رقابت، خودت بازار تنظیم میکنه نسبت‌ها رو. این شوخیایی که میگردن که از دلش همین نظام سلطه در آمده. درسته؟ نظریه بازار منتهی میشه به نظام سلطه دیگه. یا نظریه دیگر است، نظریه اجتماعی امت و امامته که محور این نظریه هم ولایت تولی. ولایت هم میدونید یکی از مفاهیم جوهریش محبت و ایثاره، یعنی رابطه دو طرف، رابطه ایثار و محبته. این جوهر این نظریه است، نه رابطه رقابت، نه نظریه سلطنت که یک کسی میخواد از طریق به کارگیری دیگران مقاصد خودش رو تأمین کنه، نه نظریه جامعه بازار و رقابت، نظریه سرپرستی بر مبنای محبته که حالا مبناش اینه که از عالم بالا دریافت میکنه به عالم پایین تزریق میکنه. اصلا از عالم پایین کسی که در اون منصب قرار میگیره هیچ وقت ارتزاق از مادون نمیکنه. خیلی مهمه. یه زائد اشاره نظریه اجتماعی بعد بحث ازش بشه دیگه. نظریه اجتماعی امت و امام مبنای این جامعه است. از دلش مردم گرایی بیرون میاد. مردم گرایی به معنی که تکامل اختیارات موضوعشه. آزادی یعنی تکامل اختیار. اگر اختیار رشد نکنه در قید و بند ساختارها بیفته، این که آزادی درش اتفاق نیفته. شما یه ساختار رو برمی‌دارید، یه ساختار دیگه میذارید، اختیارات ذیل ساختار قرار می‌گیره. ممکنه ساختار نظام سلطنت باشه، ممکنه جمهوری باشه. تکامل اختیارات باید درش واقع باشه. درست سرپرستی است از این طرف، از اون طرف هم نظریه ولایت تولیه، ولی هم در تولی هم ولایت اصل محبت، دو اصل رشد اختیارات. سرپرستی برای رشد اختیار است، برای تکامل آزادیه، یعنی که مردم درش موضوعیت پیدا میکنند. ما علوم سیاسیشو تولید نکردیم. در غرب میدونید ذیل نظریه مثلا جمهوریت تو چقدر دانش تولید کردن، ولی نهایتش هم اون ذیل نظریه ذیل من اینجوری پیدا احساس میکنم نظریه قالبش، نظریه اجتماعیش نظریه بازاره. ذیل نظریه بازار دارن میسازن. اینجا اینجوری نیست. یه نظریه دیگری است. این نظریه دیدید مثلا من شاهدی جور تصویر میکنن دیگران، یه تصویری هم از امام دارن، یه تصویری میشه ازش ارائه کرد. اینم یکی از مبانی که حالا استاد مولانا حاج آقای هم نظریه تصویری از این نظریه جامع امت و امام داشتن و روابط درونیش روابط اخوت بعد رشد بکنه. اینی که در سوره عرض کنم حجرات واقعا بحث پیچیده‌ای اونجا هست که بحث از کسانی است که میخوان تقدم بر رسول پیدا کنن، رفعت صوت پیدا کنن، صدایی تو عالم داشته باشن. خیلی هستن. جبهه نفاق دنیای اسلام همینه، جبهه استکبار همینه، قافلا همینن. فیلسوف میخواد صدا داشته باشه، هر کسی میخواد صدای خودش داشته باشه. لا ترفعوا اصواتکم. وجود مقدس حضرت امیر که دیگه جامعه همه این حقایق هست. مبنای ما قرآن وقتی میخواد معرفی کنه ذیل این دستور میکنه الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. ایشون در مقابل نبی اکرم غض صوت دارن.
هیچ صدایی نمیخواد از او شنیده بشود در عالم غیر صدای نبی اکرم. یعنی مؤذن عالم نبی اکرم. با اینکه میگید از تعمیر طبق روایت فرمود انا الاذان انا المؤذن، اون مؤذنی که در قیامت صفا رو از هم جدا میکنه منم. ولی در این حال اینجا غیر نبی اکرم صدایی ازشون شنیده نمیشه. وقت بعد این داستانه که توضیح میده میرسه به یه جریان فاسقی که میخواد خبری بیاره در مقابل خبر نبی اکرم. ازت خبری آورده، نبی عظیمی آورده، در مقابل میخواد یه خبری بیاره، خبری که فیلسوف تمدن سازا آوردن دیگه. یعنی کل رنسانسی خبر که بیشتر نیست که این خبر بست پیدا میکنه چه رنسانس، خبری در مقابل خبر غیبی نبی اکرم. این چیکار میکنه؟ این میاد این خبر وقتی میاد عرض کنم درگیری ایجاد میکنه، بغی ایجاد میکنه، سوء ظن و غیبت و همین چیزایی که در آیات سوره حجرات هست ایجاد میکنه. آخرش هم اون چیزایی که اسلام میخواد حذف کنه برای ایجاد وحدت اجتماعی، میخواد تقوا رو مبنا قرار بده در شرافت و تحقیر، اونا رو برمی‌داره جاش چی میذاره؟ یا ایها الناس خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله. میاد شعوبیت، قبیله‌گرد، همین چیزی که الان داره زنده میکنن تو دنیا اینا رو احیا میکنه. من از اینه وقت اونجا صحبت از یه اخوت ایمانی که اخوت ایمانی نبی اکرم ایجاد میکنن، این اخوت رو اون دشمن هدف قرار میگیره. اون روابطی که حول نبی اکرم ایجاد میشه یقطعون ما امر الله به، اون روابط رو قطع میکنن، جاش رابطه دیگه میذارن. کارشون همینه دیگه. یعنی جامعه نظام امت و امامت یه روابطی در شکل میگیره، اخوت شکل میگیره، ایثار شکل میگیره، خانوادهش خانواده خاصی است، روابط اجتماعیش روابط خاصی است، اون روابط رو قطع میکنن، جاش رابطه دیگه میذارن. جامعه مدرن اصلش همینه دیگه، روابط انسانی رو شکل دیگه‌ای بهش داده. خانواده معنی خاص خودش رو داره، مناسباش رو، اخلاقش رو عوض کرده، ساختارش رو عوض کرده دیگه. خانوادهش تک سلولیه، چنینه چنانه، اون روابط قطع کرده. عشیره که هیچ، میگن ما دوره کشاورزی، تو دوره سند میشه خانواده سلولی، بعد میشه تک نفره دیگه، بعد میشه خانواده عصر دیجیتال که هیچ دیگه هیچ توش نیست، آدمای از هم جدای، گم در فضای مجازی و حکمرانی مجازی. میگم مقابل اون نظریه‌ای داره، نظریه. پس ببینید این اسلام داره یک رویکرد اجتماعی حکومتی است، عرض کنم اسلامی است که ناظر به یک فلسفه تاریخی، ناظر به یک اصل ظهور، ناظر به یک عرض کنم تکامل اجتماعی. اسلامی است که نظریه اجتماعی داره. ولایت فقیه بخواد توضیح بدید بعد اینا توضیح بدید. والا ولایت فقیه با مقبول عمر بن حنظله اینا میشه توضیح داد. ولایت فقیه یه ساختار سیاسی است مبتنی بر یک بینش‌های بنیادینی که اسلام به ما میده. معتقدم است که حتما این حرکت تاریخی در ذیل انبیا میرسه به ظهور و پیروزی، غلبه قطعیه. تو این مسیر غلبه اتفاقاتی میخواد بیفته. تو این مسیر غلبه ممکنه شما تو یه دوره به حکومت اجتماعی هم برسید. این حکومتتون مأموریت داره که جامعه سازی کنه، نظام سازی کنه، جامعه سازی کنه، امت سازی کنه، حالا به تعبیر حضرت آقا انقلاب کنه، نظام بسازه، حکمرانی بسازه، حکومت و دولت، جامعه بسازه، تمدن بسازه. به نظر من نظریه پای جمهوری اسلامی اینه. حالا هر کدوم از اینا جای بحث داره.